درود به رفقای گلم. امروز اومدیم با یه آموزش دیگه. حالا چه آموزشی؟ امروز اومدیم با آموزش زدن DNS برای کامپیوتر یا لپتاپ. حالا میاد میگه چیکار کنیم چیکار نکنیم. حالا DNS به چه دردی میخوره؟ الان من میخوام فورتنایت بازی کنم و طبق معمول همه چی برای کشور ما فیلتره. حالا من میام چیکار کنیم برای اینکه فورتنایت بازی کنیم؟ معمولا میزنه شما رسید میگید که این فیلترشکن میزنم حالا سایفون هرچی میرم بازی میکنم که اون کار اشتباهه. فوق العاده فیلتر میبره بالا و بازی جهنم میشه. میاد چیکار میکنید؟ میاد توی موزدارتون سرچ میکنید چه میکنید میگید الکترو که سرچ کردید اولی سایت الکترو باز میکنید لیزر روشنش 2000 years later. ببینید دانلود الکترو رو نمیدن یا روی دانلود دایرکت نمیدن میره کجا پایین NDS روی اولی کلیک میکنید از سمت راست. حالا اینو کپی کردید یه روش بزنید میاد الان میگه چطوری ست کنید DNS رو چطور ست کنید. میاد روی کنترل پنلتون نتورک اند اینترنت اولی که الان نمیدونم چیه رو بعدی خلاص این کلیک کردید برایش احتمالا اینجا میاد هرچی اینترنت که حالا تا به حال به سیستمتون وصل باشه اینجا میاد. حالا نمیدونم اسم چرا نمیاره مشکل داره. حالا اگه اینجا هم نیاورد از این کار دومی میزنید. حالا اینجا که واسدید یه دونه کلیک راست میکنید اینجا حالا وارد این بخش شد. حالا میگید اینجا چیکار کنید؟ اینجا اینترنت گفت کنید ورژن 4 دارم من از قبل دیگه ست کردم اول بار که اومده باشید اینجا این اون دیرکسی که کپی کردید اینجا پیستش دوباره میرید گوگل دومیش هم کپی میارید میزنید حالا اوکی میزنید و تمام DNS شما ست شد. حالا هیچ فیلترش کنید اصلا باید کنید DNS یوتیوب هم میتونید برید. حالا تمام اینم بود از این آموزش. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید از این ویدیو. تا ویدیو بعد خدا یار نگهدار.